تدرين هو ده وصل؟ يا وعلى وصل. البروفيسور الدكتور مصطفى حسيني وين وصل؟ وصل المركز الثالث للتجميل. هذا الدكتور اختصاص الانف وكلها من تدرته. ما دام اختصاص انف خلنا نسوي الخشمك شارع، ومو بس خشمك هم مجعمص يضاد له عمليه. مشينا. يلا. خب بینیتون یه خورده افتادگی داره. بعد ولی خب خدا رو شکر یه ذره انحرافات داره، ولی خب در مجموع خوب میشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مصطفی حسینی هستم، جراح زیبایی و پلاستیک برای عملیات بینی، تجمیل بینی، برای عملهای زیبایی صورت، فیس، بدن.